این چای داری؟ نمرت را گرفتم. گفتم کو همه نمرت را گرفتم. تماشا ساموساش نبینید از من یک تا ساموساش هم میخورم. گفتی ریحانه را اوچه تا بگو بیا پس نکنه چه برای بگو این ساموسا را میخوری؟ چه گفتی؟ همین میخوری و نمیدونم با میره یکم خور میتونی گفتم برای بگو شو بکن دارم چکو با مزه برون پوشش نبته درم بدرم تماشا بینم ایالا خیلی خوش رو ناشم با مزه بعد فورید ما جیبم قبول سنه که برون نگیرم دوی و های خیلی میدونم بغش فرود خودم تو براش بزنم در خونه تو کچکه بودم مگزین نداشتی چکر گفتم که شما نه اومده یا آورده برای سودا چون من چکره؟ برای نکاشتی گفتم کن میخه با مزه ای کافو میرفته یا؟ تو گوش دور از روش پیو خدایی همه پرشکی پس بدا چه شیرین گوش خیلی میپزن ساموسا گوش دور از روش بو این کارشکا قطعه پرشکی هستم که مو کارشکا قطعه میکنم پرشکی هم که مکتب چخلی داره میگفتیم با کارشکا دارم با پیاز با پیاز تا پامشم میگه خواست بگم با گوش هیچ کنی گوش نیابی شرمنده میشم دفعه پیازش رو گم خوبه ما فقط کارشکاگی میگرفتیم کم قسم چیش با مزه یکی پرشکیوش هم خیلی کلم دارم چی پرشکی دوست داشته بچه ما رو بخوایی پرشکی قطعه بسم الله برو همه خسرت نفهمیدیم پچکرم نمونده تو شد واقعا نمیدونه برای چی ترشید پیچکه بود نمیشی اندوه قدری بودورم نه شاید برای همین میگه که نفر خواب زن نبید بلق خواب زن نبود خونه دیگر رفصا نداشتیم کو شپکلوفکا نکرد به شپکلوفکا کرسکش کرد دامی سکردون خولی کرسکن که برم کردم آنا اوزور میکپا کرسکرا او چوت کمی کپا تماشا بینم کبا مزه ما با یک قطعه دیگه میخورم کبا مزه بعد چیه این همسایه ما خودش اوتش پوره این هم مکرو قدم میتونه تماشا بینم این هم خیلی این نمیخوره خودش نایرا میبینم کو کیف میکنی خودش دستوات دو میخیزه میخوره یا نمودی میخوره مونم خیلی مویا بول میخرم هم نشنم میکنم بس هم نمیام گوش بیرون میگه پیش میار میمونی کو زیاد میگم خودش کم اوه وای ما منی میگی گوش بیرون میگی و بخور نمیخوره نه زخری شبی دیگه‌اش نکنین خدا باید رفت جای بیتیو کی کن کی بچه لطیفه او ما ارخشون رو پیشیدم میقفم بگی؟ میخوام موزی زمان میقفم همیشه همون اینه کلش ده من کلولا هم تیلا بگی که نه بعد از ریزش کن گوشت یخ کردی بود میگه تنک ریزه میشه مشکیونه دارم یک خودم مولی با میخورم درست چکه دوست میگم این ورقشه بچه کده های بروش نپختی کوریا آدم بردن کار میخونم چی با چوکادی چای بهار هیجان داری چی؟ اوچای بنتنا اوچرت رسیده است اشتیاج گشته است انا سرس نوروزی میکنی نه همه کسا میگم بولایو آدم نوروزی نکنه صدقه بگیرنشون خواهد صدقه تا خونه میشنوه یا کیود پیش چلتون جای تیوبری پول بیارش چند بچه بگذاره بیرون کنجا مهمونی داین روخشون ها مشه خود داین دیگه تموشو ببینیم پری میکنه این یک گاز میگیرم در پیش من میمونه میگه چه بینتین که دیده حقیقت اینیم پره با خصوص خبر اونو شایه میجیم با دروغا باری مدد مرا زیاد کنن
مالی خیلی چیکار همه شخصش خود اینه اینم تری میکنه در پیش من میمونه دیدی معقولش نشید این اکه چی با شکلات زوزور میخرم مای دیونه همه را میخرم دیدی اینم تری کده ایره بید شش جمده با داروش که موده خنده را دیگه دیدی تمام شد اینم خیلی بایی شالی مونده خیر و برکت است خیر صدقات این قبول که و برکت برزون هممونو به مراد مقصد برسید خیر برکت زیاد خدا خیرات قبول او چشی نه و یکی کنه بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا كان سوى القرآن الكريم برسالة سبحانه وتعالى برای گفته حضرت رسالت پر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای جان مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پدران و مادران ارواح گذشتگان و برماست پروردگار الله پاک مهربان همیشه شتایی و پروردگار دست به دوباره تشتگی همسایه‌های ما را پروردگار و هست آرزوی دینی دنیایشان برسانی پروردگار فرزندای ما را پروردگار برای راست اهدینا صراط المستقیم را آماده کرد و ایمان و توفیقشان به امر دراز و برکتشان الله پاک مهربان همه ما را از جمله پروردگار شکر کنندگان صبر کنندگان و ذکر کنندگان گردانی الله پاک ما را برای راست خودت هدایت کنی پروردگار توفیق ایمان مونتی الله پاک مهربان گناههای ما را مغفرت کنی پروردگار اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی الله پاک مهربان چی هوس آرزویی که در دنیوی داریم غریبه کورا بختونی عملی بگردونی الله پاک مهربان ما را در سفره بی فاطمه زهرا خدیجه کبرا پروردگار همنشین هم صحبت گردونی الله پاک مهربان عمر درازی با برکت قد فرزندان پروردگار توی تماشا و معرکه‌ای کنیم که همه رخشانه قطعی همه دگونم اوچه بنیامین همه فقط زد بسکنن و همه فقط خرساندی کنن دامی چی غریبه کویا غریبیایی که ما را گوش میکنن پروردگار غریبیایی که ما را گوش میکنن در این سایت‌های رخشانه هم همسایه ما هم پروردگار غریبیای ما را پروردگار در پناه پاکش نگاه داره پروردگار با چی مقصدی رفتن با مقصدی پول کار کنی با مقصدی خانه و در خری رفتن پروردگار با مقصداشون برسونه الله پاک مهربان به هوس آرزوشون برسونه بیان در تاجیکستان پروردگار کریم به دیدار روی یار و دوستاشون پروردگار برسونشون الله پاک مهربان نگهبانشون باشه پروردگار همه دنیا را پروردگار تنجی کنه الله پاک مهربان همه پرزیدنت روسیه ما را قطعی پرزیدنت اوکراین پروردگار در دلشون توفیق پرتویا که همه کودکای روس هم باشن نمیرن الله پاک مهربان تکون روز و برکت قطعی فرزندان کوکنی مسکو رفتگان سوق سلامت رفتن پروردگار سوق سلامت با منزل مکان نبیان زنشون بتیم پروردگار خوشی و خرسندی کنیم همسایه‌مون قطعی چی خیلی که یادمونه در خانه ای همسایم بخشی و خرسندی خوردیم که در دلای درمان ما چرمی پروردگار رو همین روزا رو به ما نصیب کنی همین روزا رو به ما نصیب کنی پروردگار نوش نعمت دنیا رو پروردگار از دسترخوانای همه همسایه‌های ما کم نکنی الله پاک مهربان نگهبانشون باشه پروردگار الله پاک مهربان ما را خیر به مراد مقصدمون برسونه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله ألف مرة به فرزندش اینجا چندش گفتی به فرزندم سوی به فرزندشون به فرزندای ما را الله پاک مهربان خودت پروردگار کریم در بالای آسمان خودت همه ایدیل همه آگاهی الله پاک مهربان
به فرزندایی که دلکشون درمانده پروردگار فرزند براشون عطا کنی الله پاک مهربان همین خرسانشون که ادمانکشون سالشون کنی خداوند چی دعایی که طلب میکنن پروردگار در نامش بوم برون پروردگار به حوث اوضاعشون برسانن کسانیش که فرزند طلب کردیسه فقط شبای جمعه بشینن در نزد الله طاعت عبادتشون زیاد کنن در نمازهای تهجد بگن یا الله یا رب ما را یک فرزند کم کردی پروردگار ما را همین فرزند ای دومن موساس که خوب بچه خود دختره ما را نصیب گردون بگن فقط زوره و تولا ای الله کنن ای ما یک دعا انشاءالله پروردگار را نصیب روزیتون بگردونه الله پاک میبا فقط در ملک روسیه فقط توفیق ایمانتون بده و ای ایمان خارجتون نکنه آمین یا رب العالمین الله اکبر من لیستم زارت یکم خونه همسایه رفتستم سامبوسوش پزیمتیم دخوفکش وایرم شده دخوفکه را حضیروی کردم اقا سامبوسوش دوام تیم رفتیم دویده سامبوسای تایو را خوردیم دیگه خشمانه و سامبوسایی را پزیم از می پیچونیم میتیم پاکا کرخونش میبرم میخرم تماشا بینوینم خیمو سامبوسا را پیچونده استیم نه зволому я риса уже да духовка монде маша бино ина самбусачой мо пух махама қасером я тамай да чада не наги бефойда яхта мегу май да чаша бичашам чото май да чара очай ро бия хурда каси худ не маяла баче кашка серум ба дараҷат неки боша қарори қатиме додама басай акма гуфтам амира начашам и гуноҳи азим мешава азимтарин гуноҳи ҷавон мешава як донаша мекашам майдаши намея бахора бисмиллоҳи раҳмони раҳим тамошобино ассалому алайкум بدیلش هر چیزی بدیلش اومده های بگو همین سموسا کن چیزی های بگو های دخوفکه مسوس کنم اینا دخوفکه هستن کانتینه چی میکنم اینا دخوفکه خیلی با میخرم خیلی پودینوی جالش خور میدونی شروع تماشا بیا من می زیربونم این نه زیربونده با مزه این نه زیربونه چه خوشونه نمی زیربونده با مزه بوده وای من تماشا بیا نخو ما با مزه باشم نخورم من روشم باشم با مزه نخورم زبولش ایتالی کدرم میکنم فکر میکرده خشونه ماده بگی نی آخی خب میگه چی سیره دارد که من را نمیگی سیرش نمیگی خیلی نه نکنم واقعا زوجی خالی میدوزی یا خالی خزر خوزی بیشتر ده تپلونی تمام روغن ایتالی با آرایش کده من گفتم قبل در روغن شد این زیره باشته ببین قبل خزر خزر که در شیرچو میدوختیم ماشاءالله اومده تو باشکو شام شی شامش سر میبری من تماشا بینا با ایران مسورکا میرفتن با مصلحت مسورکا میرفتن رنگ آدم های سنتر نفتن یا جویا تماشا بینا نقمونه خواه این آخران سمبوسا مادر دستی سایی باش سپاریدم اولیو ما با هیوه رو میام میبرد کفتم تمام نقمونه تماشا بینا آخه جز بزاز نشان تنتیم با وقت نشون آزبه چه کنم جز بز کدستن تماشا بینا نقمونه خیلی نباشد یک روزی سمبوسه خوری بود این موقع دیده سیر مخی با مزه خیلی می اوچای میری چه گلوشه کدست می دار سراشکی سراد بگی ادتا نه بخدا بگی ادختا بگو دا خدا بعد ادختا
اینجا بیا به جور شکک بمونم که نسی که ای دختر دو تا گوده او بچه گوشتی میخوره که علفی براش نه علفش میخوره گوشتیش همونجا هسته و خوردن با زیوتی کدک بخوره برای روغنش میگود نه روغن من لیو چرا بیای تلفن من نمرده استای زمره همین ورینی را کدامت میبرین گوده کتون بخوره من نمیبرم برای که انگور نمیخورن چوب خوینه همه را گوشتی نمرده استای این ندوز بخدا چای شیرین تماشا اینجا در از بور رفته استای که سامبوسا هم ندوز موزا تو سنگ بگوری لایلی را تماشا کردی چرا بیا سنگ بگوری لایلی زاتو تماشا کردی زاتو سنگ بگوری لایلی را تماشا کردی تماشا بینو من نمیدونم برای چی تلفن من نمرده استای سرور بخواه بینو اینجا من هم پیروگایی که دخترم دادین پختم یه دونه شده اوست بجا کرده بودم از میگم هم پیروگا بیاره خب بخورم تماشا بینو بینن هم پیروگ چخیده طریقه خولی پیروگا کسی خورده تماشا بینو خب بعد گفتم که برای خود تیرشمو یه پیروگه که ایس روزی ششمه ایره در پنجم پخته گیان ایروز چندمه؟ خیلی 8 روز شده ای پیروگا پختن شده به خاطر شما من پیروگا میخورم نه سخته ای پیروگ سویجی را من چشیده بودم به مزه بوده که با گفتم وقت نیسته خونه همسایه رفته بودیم وقت نیسته گفتم به اوای میکنم گفتم با سر برای شما را یاد دونش هم میچشم نمیدونیم پیشک میخور مغز شد از زمین رو میدیدیم و خواه پیشک خوردگی نیستم سری اومدم انجا را پیشک چیزی را خورده استابت خدونیم تماشونه قسم خورده است هیچ که را قسم نداده ده شما میدونی همه آدم که نکنه بعد دروغ را قسم میخواه هیچ کار با اخدو جون با کور کنه برای یا پچینم تیمید ما نگفتیم تو خوردی ما نگفتیم تو خوردی ما نگفتیم تو خوردی ما میگیم که همه پچینه کسی خورده خیلی برای تماشا بینه ما یا پچینه یه هفته اینه را میخوریم همه اوچه دست اقرار میکنه که من نخوردم ولی هیچ که من نزده لبای جرا ببینی انم دوزه ما یه اصلا نمیدونم که با من بجا کردیم من یا دشکف چیزایی که برای ویدیو من یا دقیقا جده گفت فهمم چی را نخورده با اون ککسی خود چوکنجه را اون من نخوردم اون را خورده بید برنامی الله زیده خواستم بید برنامی نکی با مذب دریه کدوم کسی چوکنجه؟ با ماما همون چوکنجه تو؟ ببین خیلیش خوردگی بول مکن او دفت مثلا را سنکی دستم شمیده ما یک گفتم درو گفتم خیدم خوردمش خیدم خوردم دستم در غیره دودین من با هم یستیم دودگی رای دستم دیدیم من برای فلت ترابلر برای برای پیشی پاسو بیدیم با تیفاده بیار نخواه خیلیش خورده نخواه دیست فقط دوزه کسی نمیخواد تماشا بینو در خونه ما هم تری کارو بسیار میشود با ما هم خیلی نیستم که نه خیلی میگن خیلی کب نخوره نیمو باید بکویم بیاویم که او را کی خورده با اصلا در خونه ما بانان هم خیلی هم یکی بانان ایشید شوه ما سودی اولیده میتیم که او بانان او بانان کجا شده برای چی ایشید شده میپرسیم که خوش دهتا من اصدونی بانان چند تا خریده بودین هم تری پرابلم مایده خونه ما نه که پیروگ پرابلم منه با تیم بولی پیروگی ورنگی بود خیلی نمیدونم این روز پرابلمش ده نه که یه طلبه من با مزر باز میخوام چویم بریزه خیلی تماشا بینو شما هم خیلی احتیاط کنه که
آها نداره چوی کبود دختر بدیم میکنیم رنگ نداره ابنی ای به عذاب رنگ برو بچه کبوتر نه خیلی چویه بهتره وزی انیجه شوی میکنن نجدا وزفتیم یه چوی دیگه بیاریم آدم ها میره دست تقل میخرن ما دایه چونیک میخریم با میخویم کی چی نه چونیک دم کدیم نبرمد انک نبا میدوزیم من هم گفتم رنگی همون آدم های بای بابا دایه چی کنم دست تقل کچ خیلی میشه بو داشته بوی لیمون داشته ایه کنمه چشم رنگی بویا بسم الله ناستان دلی دایه استقل ای دیگه بده در چونیک میدوزیم و پیشه نمیفهمی چی خورد استی نه برزوی زبا نه با مزه خوبم فرم باید چه؟ بیقا برزوی رسته چون میره کنسویا بسه نه مشغول کنم به هر کاشی بابا پیچینی پیروگیرت خوردیم خونیم راز بو رفت سیتم شونو خوری اینجا بودم شخ خورده بود تو خورده بودی من دیدم تمام شبنو ناز بونیم ما خونیم رسلید و نمیتیم که پیچینه کی خورده تو اخیر دما یافتیم کی پیچینه خورده تزیده بجویی پیچینه که من باید در ولاگم نشون میدادم پیروگه کنی بگو چه خیلی دیدی که دیدی که چود گیریستی ما البته بعد اومدم گفتم که دخوف کردم نام میگیرم که اون بالا دیدم که پیروگ و شاوشید و چم آخه من البته اونجا پیروگ ندادم چی مودا دادم به من دادم و شاوشید و چم خونه چه بهتره اینم رفته اینجا رویلا و اختر خوب و که من شام خل کرد و رفته اونجا گرفتمش خوردمش دیدی تماشا میام کمش قرقر کده رفته کمش قرقر کده رفته همون پیچه گریسته خورده دیدی تماشا بینه چه کار بود من نمیدونم در کجا دیگه بجا کنم چیزایی که بعد اسمو نشون تیم برای که من پیروگه نشون ندادم برای که پیروگه دوزده خوردند